سازی کاملا شبیه من، مثل من حرف بزنه، مثل من راه بره، به طوری که آره فهمیدم، به طوری که تو بتونی اونو جای خودت غالب بزنی و اینطوری دم خودت از تله بکشی بیرون. درسته؟ درسته. دستت خوندم. اینا چی دارن به هم میگن؟ خب لابد دختره داره وصیت مسیحیتاشو میکنه. خب بکنه. خب این وسط چی گیر من میاد؟ تمام چک ها و سفتایی که ازت دارم بهت پس میدم به اضافه یک انعام خوب. این جایی بابای آدم دروغگو. تو چک و سفته منو پس بده، انعام تو سرت بخوره. این کارو میکنم. مطمئن باش چون برای من پای زندون در میاره. چک و سفته‌هاتم انعام. این تنها راهیه که منو نجات میده. باشه قبوله. پس از همین الان دست به کار بشو. معاونم تو رو در جریان کارا میذاره، چون کارات باید دور از انظار و در یک محل دیگه انجام بگیره. یه اول صبر کن ببینم این کاری ازش برمیاد یا نه. اون از هر نظر آمادگی داره، راه دیگه هم نیست. عجب گیری افتادم. اوضاع در چه حاله؟ طبق دستور بلیط‌های هواپیماشون آماده است. بسیار خوب، زودتر برو کاباره و خودتو برای جواب دادن به سوالات پلیس آماده کن، چون حتما تا چند لحظه دیگه سر و کله‌شون پیدا میشه. دستا بالا نفس نکش. از حالا اخطار میکنم بالا بردن دستای تو با خودت است، پایین آوردنش با من. از فرمان من سرپیچی بکنی خلاصت میکنم. سرکار اینجا جز من کسی دیگه نیست. اون ارباب دزد تو کجا رفته؟ متاسفم سرکار، الان مدت 3 روزه که آقای جوانشیرخان به مسافرت رفتن. تو داری پولتیک میزنی ها؟ بگو بینم با من بله. کسی را که در مزان اتهام و دزدی قرار گرفته به چه مناسبتی از حوزه قضایی تهران خارج میشه؟ چه اتهامی سرکار؟ امروز 3 روزه که آقای جوانشیرخان رفتن مسافرت، آخر این هفته هم برمیگردن. آره اروای پدرش گفتی 3 روزه که آقا رفته مسافرت. دیشب من خودم گلوله را زدم با بازوی راستش.